11مین دوره بازی‌های جام جهانی فوتبال میرفت با شرکت 16 تیم از سرتاسر جهان به میزبانی آرژانتین در یک جو سیاسی و نظامی خاص برگزار بشه. برای ایران حضور در جام جهانی مهم بود و میخواست به هر شکلی و در هر شرایطی که شده به آرژانتین بره و نخستین حضور در جام جهانی رو تجربه کنه. ایران که در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان در آسیا آغایی میکرد، امید زیادی به نخستین حضورش در جام جهانی میرفت. تب فوتبال همه رو گرفته بود و جوانان در هر کوچه و پس کوچه‌ای با کمترین امکانات و یا حتی در ورزشگاه‌ها پا به توپ می‌شدند تا آتش زبانه‌کش فوتبال در روح جوانشون رو آروم کنند. دیگه فوتبال آسیا برای ما کوچک و کم به نظر می اومد و باید شانس خودمون رو در صحنه‌های بزرگتر و بین‌المللی امتحان می‌کردیم. یک اراده ملی و موجی مثبت به بهانه بازی‌های خوب تیم ملی که هم سرمربی جوان و کارآمدی به خدمت گرفته بود و هم جوانان مستعد و خوش تکنیکی رو به اردو دعوت کرده بود، جامعه ورزش، فوتبال و میهن رو فرا گرفت تا طلایی‌ترین نسل ایران برای بار نخست راهی جام جهانی فوتبال بشه. این داستانی حقیقی از اراده پولادین ملی پوشان فوتبال و چگونگی راهیابی ایران به جام جهانی 78 آرژانتین است. ایران در جام جهانی، نخستین حضور، آرژانتین 78. در سال 57 تلویزیون ملی ایران از چگونگی راهیابی تیم ملی ایران به جام جهانی 78 مستندی ساخت که با هم تماشا می‌کنیم. مسابقه‌های مقدماتی جام جهانی در پیش است. خواهشمند است در صورت امکان مقاله‌ای از این مسابقات تهیه فرمایید. فوتبال، جام جهانی. از کجا شروع کنم؟ آره، با خاطرات یک نوجوان، اسمش میذارم همایون. خب همایون داره آلبوم درست میکنه، فکر میکنه، بهزادی، مینیخواه، کاشانی، عرب، مالکی و خیلی دیگه. همه زحمت کشیدن تا فوتبال ما رو به اینجا رسوندن. تلاش‌های اونا بود که همه رو به این ورزش علاقه‌مند کرده. اولین صفحه آلبومش مربوط به هنگ کنگ میشه. هنگ کنگ حتی نمیتونه از امتیاز هوا و تماشاچی خودش سود ببره. ما یه امیدواریه. حجازی مریضه. شاید رشیدی تو دروازه بایسته. خب از همایون جدا میشیم و به هنگ کنگ میریم. فرودگاه هنگ کنگ. بازیکنان احساس راحتی میکنن. مربی تیم ملی ایران در مقابل قلم‌ها و کاغذها قرار میگیرد
و جوابهای او بر کاغذها منعکس می شود. علیرغم تبلیغاتی که برای هنگ کنگ شده، ایران در این سرزمین حریفی همپای خود نمی بیند و همه متفق القولند که پیروز خواهد شد. هنگ کنگ، شهر زیبایی ها، شهر رازها و شهر افسانه ها، با آدم های خاص خود. هوای گرم و مرطوب، اما نه برای آنها بلکه برای تیم ما که به آن عادت ندارد. این روزها هنگ کنگ به جام جهانی 78 فکر می‌کنند. همه در فکر آن هستند. آنها هم دوست دارند که تیم خود را در آرژانتین ببینند. این راننده تاکسی در پشت استادیوم خالی به چه فکر می‌کند؟ شاید به عدم صعود تیم خود با وجود کره، ایران، استرالیا و شاید هم کویت. ورزشگاه، آرامش قبل از طوفان. سکوها استراحت می‌کنند تا هنگام مسابقه تاب و تحمل هیجان هزاران تن تماشاگر هنگ کنگی را داشته باشند. مربی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل سؤال‌های گوناگون زیرکانه می‌گوید: نیاز زیادیم به این پوان، نه اینکه هنگ کنگ ضعیف حالا بتونن سعی و تلاش خودمون می‌کنیم که حتما این دو پوان به دست بیاریم. ساعت به وقت هنگ کنگ 4 دقیقه داریم به 8 شب. بعد درست 8 بعد از ظهر وقت هنگ چی خواهید؟ عملیاتتون خوشی بدم. کازرانی هم اومده جلوی خط 6 قدم و روی سر کازرانی و توی دروازه. گل پیروزی تیم ملی ایران. در این دقیقه دقیقه 22 رو براتون گزارش می‌کنیم. خیلی تمیز، خیلی راحت با ضربه سر حسین کازرانی بلند برتری تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه. بچه‌ها مطمئن باشید پیروز خواهیم شد. اما این برای من و برای علاقه‌مندان فوتبال کشورمون که همکنون مسابقه رو می‌بینن کافی نیست. باید نشون بدیم که به حق قهرمان آسیا هستیم و فوتبال برتر قاره در اختیار ماست. بازیکنان به حرف‌های مربی خود گوش می‌کنند و خوب می‌دانند قدم اول کمتر از آخرین قدم برای نیل به پیروزی نیست. نگاه می‌کنیم این از لحظه است که پروین میره و مانور می‌کنه به این توپ. ببینید چیکار می‌کنه. میره جلوتر، این پا می‌کنه. بازم جلوتر، نزدیک خط توپو می‌بره. از زیر پای دروازه بلند میشه. حالا غفور میرسه. گل دوم ایران وارد دروازه هنگ کنگ میشه. ایران 2 هنگ کنگ 3. گل نصیب غفور جهانی. همایون هم از دو گل چندان راضی نیست، اما خوشحاله. سفر بزرگ را خوب آغاز کرد. حالا به کره فکر می‌کنه. مدت اقامت اردو تیم ملی در پوسان با کم محبتی مسئولین فدراسیون فوتبال کره ما مواجه شدیم، ولی مسئله که اینجا نتونستیم پیش بینیش کنیم کوچکترین تحصیلاتی رو چند نقطه تمرینی برای ما فراهم نکردن، ولی به هر حال حداقل اینه که دست خالی به کشورمون بازگردیم. کره 1-0 هنگ کنگ برد. پس خط حمله‌شون نتیجه گیر نباید باشه، ولی میدونه که پیروزی توی زمین حریف مشکله. کره چندین بار سد راه ما برای رسیدن به پیروزی شده، اما نه در سالهای اخیر. مهاجرانی در فکر کسب حداقل 1 امتیاز تیمش را روانه میدان می‌کند. البته با نیم نگاهی به خلق موقعیت‌ها که شاید 2 امتیاز را از آن او کند. این موقعیت 1 بار هم پیش آمد. بچه‌ها خیلی تلاش کردند. تصور نمی‌رفت که این همه تحت فشار قرار گیرند. مهاجرانی هم از حملات پی در پی کره‌ای‌ها سرسام گرفتند.
آنچه که یاری دهنده بازیکنان ما بود کسب حداقل امتیاز و خوشحال از عدم نتیجه گیری بازیگران کره، چیزی که ما از قبل روی آن حساب میکردیم. ولی به هر حال باید بگویم خدا با ما بود. بچه‌ها هم از مقاومتی که نشان دادند سرشار از شادی هستند. شادمان از مقاومت‌ها در برابر حملات. در تمام این مدت این بازی شما در حالی که در گوش راست باید بازی می‌کردیم بیشتر در جناح چپ دیده می‌شدید و در نوک حمله این مسئله رو آیا آقای مهاجرانی برای شما در نظر گرفته بودن یا خود شما با جریان بازی به این شیوه بازی می‌کردید؟ مربی تیم هم خواسته بود که خود تو بازی کنم، بخاطر اینکه اون از چپ خود قوی‌تر بازی می‌کنه، یعنی پای چپش بهتر بود و یه مقدار هم همه بچه‌ها رو آزاد گذاشته بود، فقط گفته بود که نذاریم اونا کار بکنن. بخاطر این بود که من همه جا می‌رفتم، بود که پست اصلیم به اون صورت نبودم، چون اونا هم از اون جناح زیاد حمله نمی‌کردن، ما می‌رفتیم جاهایی که زیاد اونا روش تکیه می‌کردن برای حمله. در بازی برای شما چه حریفی مشکل‌تر دیده شد؟ یعنی که بازی همین کره بود که این مسابقه بر ما برد. در تیم حریف که بیشتر توپای هوایی رو زد، شما به عنوان کاپیتان تیم و آدمی که تجربه دارین فکر می‌کنید به چه علت بود؟ آیا به علت قد بلنده؟ علت قد بلند، اون حداقل 10 تا کازرانی اون بلندتر. متشکرم. آقای عبداللهی، شما امروز کار بسیار سختی رو داشتیم به خاطر اینکه نیمه اول مراقب چابونکون بودیم و بعد در نیمه دوم در حالی که چشم به چابونکون داشتیم کیم جایهان هم بود. یک مقداری در اوایل نیمه دوم شما با آقای گازرانی حالت نامتعادلی داشتیم. این مسئله به چه علت بود؟ آیا به خاطر اینکه حریف ناگهان عوض شده بود؟ نه، این برای این بود که اول ما قرار داشتیم که من نفر جلو رو می‌زدم، کازرانی جمع می‌کرد. چون این یار قد بلند اومد دیگه کازرانی مأمور شد، یعنی میرفت توپای هوایی من اون پشت جمع می‌کرد. ولی مسئله جالب این بود که این کیم جایهان بیشتر توپای هوایی رو زد، چون 10-12 سال از حسین کازرانی هم بلندتر. به فال نیک میگیره، خوشحاله. از 2 مسابقه 3 امتیاز، اون هم در زمین حریف. سفر خوبی در پیش است. آنها آماده میشوند تا قلب و روح علاقمندان را با خود ببرند. یه لبخند. متشکرم. سفر خوبی داریم. تا به حال خوش گذشته است و همه چیز بر وفق مراد بوده است. در استرالیا چه خواهد شد؟ آیا استرالیایی ها می توانند نوار موفقیت های ما را قطع کنند؟ همایون کابوس 4 سال پیش رو داره. سیدنی، استرالیا 3، ایران 0، تهران، ایران 2، استرالیا 0. نتیجه نرفتن به جام جهانی 1974. ملبورن چون هنگ کنگ و کره نیست. مردم بی تفاوتند. گویی برای مردم جام جهانی چندان لطفی ندارد. روزنامه ها راجع به تیم ایران می نویسند، اما هیجان آنچنانی دیده نمی شود. مهاجرانی به گونه دیگر است. او به مهرهای خود و حریف فکر می کند.
به مکانهای بازیکنان میاندیشد. دستیارش در تمام مدت به فکر مسابقه است که بچه‌ها چگونه بازی خواهند کرد. در اردوی استرالیا همه سر حالند. آنقدر بی خیال هستند که حوصله شکلک درآوردن و خندیدن را دارند. دروازه‌بان ناکام 4 سال پیش در اندیشه پیروزی است، اما نگران. اردوی ایران هوایی غیر از آنچه در اردوی استرالیا دیدیم دارد. هر کس به نوعی در خود فرو رفته است. حرکات جمعی تیم در زمین مشخص می شود. کاپیتان پروین هم برای خود خیال‌هایی دارد. دیدن هموطن همیشه شیرین است. یک ایرانی سالها در غربت، دیدن هموطن برایش شیرین است. اکنون شیرین‌تر، چون به دیدار تیم ملی کشورش می‌رود. جیمی شولدر، سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا، ساعت 11 روز مسابقه به خبرنگار ما گفت: هر دو تیم قوی هستند و هر دو خواهان پیروزی. آنچه مسلم است، ما می‌خواهیم که به آرژانتین برویم، اما از تیم ایران می‌ترسیم. And although Iran will obviously be very difficult opponents, I feel that we have the players to take us to Argentina. I think Parvin is a very good player. I like also Roshan. He is good. And the big boy at centre forward. But we aren't afraid of any of the Iran players. جیمیرونی کارهای خیلی با توپ انجام میده، خیلی خوب کار میکنه با توپ. مورای بنز یار 6 دیوید هاردینگ به جبهه چپ به رونی. جیمیرونی هاری ویلیامز که فرار از همونجا روی دروازه میفرسته. بچه ها یک بار دیگه دروازه برگردون. خطر 100% بود از راه دور. همین زیر پای ویلیامز. ویلیامز یار شماره 11 جان نیسکوس در راه استفاده از این توپ. داور به سود استرالیا میگه این ضربه کاشی شده رو جیمیرونی میزنه. جیمیرونی در شرایطی که من 2 دقیقه به پایان 45 دقیقه اول وقت داریم بلند و کشیده.
وقتی که بچه‌ها شیشه میرن داور پنالتی اعلام میکنه، حمله پنالتی. بچه‌ها که شیشه رفتن توپ زیر شون خطی، باید نگاه کنیم که ببینیم چه جوری هست. توپ به بدن میخوره و میخوابه، ولی در شرایطی که شیشه رفته بود این توپ عمد نمیتونه باشه، ولی داور پنالتی اعلام میکنه. این درست در شرایطی است که ما به پایان نیمه اول مسابقه کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. ببینیم که کی میزنه. حادثه خیلی بزرگ، حادثه بزرگ. پنالتی گل نکرد، پنالتی گل نشد. یار شماره 4 کلبنت شانس عظیمی رو از دست داد. کاشی شده رو پروین به نظری واگذار میکنه. ایران از بخت مسلمی استفاده کرد. گویی که دیوید هاردینگ بازیکن 31 ساله با تجربه که در لیورپول متولد شده و اصلا انگلیسی است کمکی بود داره. ضربه نایب آقا غفور به تیر دروازه میخوره، میرفت که دروازه استرالیا افقی دروازه برخورد کرد. کره نظری حالا میزنه روی دروازه. بچه‌ها جونی گرفتن. حادثه بزرگ. 45 دقیقه اول مسابقه با سوت داور اینجا خاتمه پیدا کرد. یه فوتبال روز جنگی اگه قدم عقب بزنی کتک هم می‌خوری. این همیشه من تو گفتم و اینا دارن کتک می‌خورن. یعنی به طرف تو حمله نداری، با همین شکل بیاد اونم به تمرین می‌کنه کتک می‌زنه. 45 دقیقه یه موقع فوتبال رو خیلی مردونه ما تو داریم بجنگ. باش برای پنالتی کجا یکی چه بازنده. چه سر و تلاشی می‌کنی؟ الان اون سر و تلاش خود الان مسابقه. یه ملت منتظر هستن. نگاه بکنید شما چیکار می‌کنید. بچه‌ها حمله کنید! 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 صادقی فرصت برای روشن شوت میزنه تو بغل آلن مار. نظری این توپ رو برای عبداللهی که وسطه. عبداللهی آهسته آرام به قاسم پور، یار زحمت کشید جبهه چپ. هافبک خوبه ما، هافبک هوشیار. توپ غفور به صادقی شوت میزنه. روشن گل روشن گل دقیقه 75 در شرایط ایران یک استرالیایی. و این اقربک ساعت دقیقه 90 رو نشون میده. این توپ رو صادقی روشن با سماجت جان کوزمینا رو جا میذاره. آهنگ دروازه استرالیا داره. باریکلا پسر خوبه ایران. غفور گل میرفت که گل بزنه غفور. بنابراین بازی اینجا تمومه. من تبریک میگم به همه شنوندگان و بینندگان. حالا نگاه کن زمین رو، در زمین چه خبر هست.
همه مست از پیروزی هستند. آن هم چه پیروزی که بعد از رفع خطری سنگین به دست آید. این بار خام نبودیم و با چشم باز دفاع کردیم و در حمله کوشش داشتیم. تیم خیلی خوب بازی کرد، ولی صرف نظر از گلی که زدیم شما فکر کنید تیممون چطور بود و چند درصد احتمالش هست که ما به آرژانتین بریم؟ البته این مسابقه یه مقدار حساسیت خاصی برخوردار داشت. به علت این بود که در سال 1973 ما در سیدنی باخته بودیم و یکی از علل این که ما نتونستیم به جام جهانی راه پیدا کنیم در بازی 74 همین این مسئله استرالیا بود. ولی بود رفته تیم خیلی خوب بازی کرد. یه مقدار هنوز 3 تا بازی بیشتر خارج از خونه ما انجام ندیدیم و 4 بازی در خونه داریم، یه بازی در کویت داریم و من فکر میکنم که هنوز به نیمه راه هم نرسیدیم. درسته که همه عقیده دارن که ما 70-80% راه رو طی کردیم و شانس اول هستیم. با توجه به امتیازاتی که خارج از خونه به دست آوردیم تا کنون شانس اول هستیم، ولی به هر حال کارمون سنگینه. آقای ماجر، این جنگ روانی که استرالیا به راه انداخته بودن تا چند در روی بچه‌های ما تاثیر کرده بود؟ این دفعه برخلاف اون دفعه این مسئله نبود، فقط یه مقدار مسئله دوپینگ بود که خود ما عنوان کرده بودیم و تقاضای تست کرده بودیم بعد از بازی که بازیکنان تیم استرالیا و ایران تست بشن که نماینده فیفا اصرار داشت چون تلگراف شما فدراسیون دیر رسیده و باید اینو قبلا ما پیش بینی می‌کردیم که دکتر بی طلب از فدراسیون جهانی اعزام بشه. این بود که اون مسئله هم منتفی شد. مسابقه آمادگی با رومانی برای تیم چیزی نداشت جز نگران کردن همه از مهاجم پرامیدمان حسن روشن. باید عکس ها را جمع کرد، باید آنها را نگاه داشت تا با دیدنشان خاطره ها همیشه زنده بمانند. ایران، ایران، صداهایی که خواهان پیروزی هستند. والا حضرت همایون ولایت عهد بازیکنان را مورد مرحمت قرار میدهند. دوان می آید. استرالیا 2 کره 1، کویت 3 هنگ کنگ 1، کره 1 کویت 0، کویت 2 استرالیا 1، کره و استرالیا بدون گل مساوی. کویتی ها هیچ وقت حتی ادعای پیروزی بر ما را نکرده بودند، اما حالا با زاگالو خواهان پیروزی هستند. ما همیشه خود را از قبل پیروز می‌دانیم، چه برسد به امروز که حدود 120,000 تماشاگر داریم، با رکورد بی‌سابقه در آسیا و اروپا و ورزشگاه آریامر. توپ‌های کاشته کاپیتان پروین همیشه معروف بوده و صابونی است که به تن خیلی ها به خصوص کویتی ها زیاد خورده.
این بار هم شوت پروین نزدیک بود کار دست کویتی ها بدهد که دقت ترابلسی به دادشان رسید. ابراهیم قاسم پور، عادل خانی، صادقی، یک دو برو بینم خانه بزن همینه ایران یک کویت صفر، ایران یک کویت صفر. غفور جهانی درست دقیقه 47 دروازه کویت بالاخره باز میشه. توپیست که عادل خانی به قاسم پور میده از راه چپ، مقابلش حسین محمد هست، سانتر، حالا صادقی و غفور، پروین جلوتر و خطای ابراهیم روی علی پروین که بارز گذاشت تو پهلوش و نذاشت. عادل خانی مأمور زدن این ضربه هست در شرایطی که ما 66مین دقیقه رو براتون گزارش میکنیم. همه کشیدن توی زمین کویت بجز کازرانی و دست احمد ترابلسی هستش که این توپ رو به کورنر میفرسته از جبهه چپ. این کورنر بایستی زده بشه. 7مین یا 8مین کورنره که تیم ملی فوتبال ایران میزنه. و توی دروازه میرفت که این توپ قرار بگیره روی خط. این احمد ترابلسی هستش که توپ رو کنترل میکنه. چپ راست یک کورنر از چپ، یکی از راست، یکی از چپ، یکی از راست. خب حالا جلوی دروازه باز یه بار دیگه این 3 دفعه است که احمد ترابلسی بایستی بگم بیچاره شده از چپ و راست در همین لحظه هم این کویتی‌ها هستن که در دقیقه 67 مسابقه میان که یک تعویض انجام بدن و این کورنر رو بلافاصله ایران میزنه. حسن نظری به هر شکل هستین عبدالله معیوفی که توپ رو دفع میکنه. بلافاصله صادقی با قاسم پور برای پروین رو خوب میبینه. پروین سانت میکنه و سوت پایان مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال کویت رو آقای توماس داوری از کشور ویلز به صدا در میاره با نتیجه 1-0 به سود تیم ملی فوتبال ایران با گلی که در دقیقه 47 غفور جهانی زد. مسابقه‌ای بود که در ورزشگاه بزرگ آریامه در حضور والحضرت همایون ولایت تحت ایران، والحضرت شاه فرهناز پهلوی و والحضرت شاهپور علیرضا پهلوی انجام شد و این ماریو زاگالو هست که من دیروز بهش گفتم اگر تیمتون به بازه میای به حشمت مهاجرانی تبریک بگی، جواب منو درست نداد. روشن جان بازی نکردی، خیلی بهمون خواست بازی خوب تو ببینیم ولی خب به علت که وضع پات خوب نبود بازی نکردی. نظر راجع به این بازی چی بود؟ بچه‌ها تونستن خوب اون چیزی که واقعا در چنته دارن نشون بدن یا نه؟ هاف تایم اول نه، به خاطر اینکه
ما صحبت کرده بودیم، یعنی مربی‌ها صحبت کردن بخواد بازی رو سرعت بدن، ولی بچه‌ها چیزی که مربی صحبت کرده بود پیاده نکردن. برای این هفته اول نتیجه نگرفتیم و بچه‌ها خیلی بد بازی کردن. البته بد که میگم تو زمین خودمون، ولی هفته دوم که اومدن لباسکنی نصیحتایی که بهشون شد، این صحبتایی که شد اجرا کردن و می‌بینی که نتیجه گرفتن و مستحق گلای بیشتری هم بودن. هفته اول تیم یه مقدار در سطح خیلی پایینی بازی کرد، ولی هفته دوم روی اصل قدرت و تکنیک بچه‌ها برتری بر کویت از نظر قدرت بدنی تونستن که نیمه دوم خیلی خوب کار کنن و همونطور که شاهد بودین گلم بزنن. میخوام از همه مردم تشکر کنم که واقعا تا 90 دقیقه بازی ما رو همراهی کردن. واسه تیم بازی امتیازی بود، ما واسه امتیاز جمع می‌کردیم و مردم نبودن که توقع داشتن که ما بازی رو مثل مجارستان بکنیم. یعنی ما الان کوچکترین اشتباه می‌کردیم، بعد هم مساوی بود و یه دونه از امتیازات از دست دادن. من بقیده من تیم کویت خیلی گنده کرده بودن. همونجوری که ملاحظه کردین ما باید حداقل با اختلاف 5 تا اینا می‌برد. متاسفانه گلرچو خیلی خوب کار کرد. بالاخره یه مقدار شانس که زیاد 80% شانس بود. من با این بازی که نیمه اول کردیم خیلی بازیمون به قول معروف در سطح پایین‌تری بود از اون که ما خودمون انتظار داشتیم خودمون. و هیچ وقت توان نداشتیم همچین بازی بعد بکنیم در نیمه اول. و در وسط هفته ما ماجرا اومد چیزی گفت با این همه تماشاچی به خاطر شما اومده، به خاطر که یه بازی بهتری از شما ببینه. اینی که ما خیلی بیشتر چارج شدیم و اومدیم هفته دوم هر چی داشتیم نداشتیم گذاشتیم بزنیم. از بازی خود راضی هستی؟ تقریبا. اخطاری که داور بهت داد قبولش داری؟ نه چون ایران 1 کویت 0. مهاجرانی شاد، زاگالو غمگین. تلویزیون هم خود را برای پخش مسابقه آماده می کند. نمایندگان فدراسیون بین‌المللی فوتبال چون مسابقات قبلی همه چیز را از نزدیک مورد بازدید قرار می دهند و آزمایش می کنند. صدای کره‌ای‌های مقیم ایران در مقابل انبوه مشوقان ایرانی محو می شود. امروز تیم ملی فوتبال ما در چارچوب مسابقه‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین بازی برگشت خودش رو در مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی انجام میده. ضربه خطا میشه به سوی تیم ملی فوتبال کره در دقیقه 28 پشت توپ قرار میگیره هوان جیمن. حالا شابون کوئن و این عادل خانیه که سریع میاد و نمیذاره شابون کوئن توپ رو سانت بکنه و در نقش یک دفاع کنترل میکنه ولی اشتباه میکنه و اشتباها توپ رو میده. شوت و توی دروازه شوت سنگین و سرکشی است که از پشت خط 18 قدم در دقیقه 28 میزنن کره ها و به این شکل دروازه ایران رو باز میکنن، دروازه ای رو که بسته مونده بود در طول این دوره از مسابقه ها و نفسی کسی در نمیاد. میریم که نیمه دوم رو گزارش بکنیم. در همین لحظه ایران که سمت راست صفحه تلویزیون دروازش قرار داره بازی رو آغاز میکنه. سفید پوشای ایران صاحب توپ هستن. صادقی ضربه رو روی سر حسن روشن، گل به وسیله حسن روشن روی ضربه کاشته که علی پدری از جلو راستن و ضربه سر حسن روشن که خود به تیر دروازه برگشت به همین شکل دست دروازه ما و تیر اول و روی دروازه علی پروین میزنه ضربه کرنر رو دست دروازه‌بان بیون هویون دور میکنه از اون جناح. نظری آلاسانت روشن و مجددا کورنر. حالا از اون جناح این کورنر بسته بشه. 6-5 حساب کورنرها. 6 تا کره زده، 5 تا ایران زده.
جلوی دروازه و ایران 2 کره 1. حسن روشن دستی دومی بازی ملی. نگاه میکنیم چند بار میره چند بار میاد، یه بار دیگه روشن و این روشنه که تمام میکنه. اثر روی دروازه ما گل مساوی تیم ملی فوتبال کره. همون حادثه‌ای که نبایستی اتفاق بیفته اینجا اتفاق میفته و حادثه کویت تکرار میشه. نگاه میکنیم به صحنه، نگاه میکنیم ببینید که به چه شکل گل مساوی خودشون رو میزنن. در دقیقه 90 به این شکل میزنن. و سوت پایان رو آقای هارتلیوز داور انگلیسی به صدا در میاره در ورزشگاه بزرگ جورج آمر و 2 تیم های ملی فوتبال ایران و کره مساوی میشن. همایون هم اومد. براش فرقی نمیکنه مسابقه با چه تیمی باشه، چه ضعیف چه قوی. آخه فقط که نمیشه آلبوم درست کرد. واسه همینه که زودتر از همه توی استادیوم پیدا شد. تنها نمیشه دل رو به دیدن عکس‌ها خوش کرد. باید مسابقه رو هم از نزدیک دید. هنگ کنگ را میدانستیم میبریم، بردیم، اما پیروزی دلچسب نبود. از پیروزی فقط امتیازش به دل نشست، اما بازی نه. اما مربی فقط به امتیاز میاندیشد، ولی تماشاگر را تنها امتیاز راضی نمی‌کند. بچه‌ها مسابقه‌های سختی داشتند و آثار خستگی در آنها دیده می‌شود. نیمه اول 3 گل زدیم با توجه به اینکه گل اول عادلانه نبود، اما داور آن را تایید کرد. با بازی ضعیف تیم ما در نیمه دوم گل به دست نیامد و همین امر باعث شد تماشاگران از خود عکس العمل نشان دهند. علیرغم تمام این مسائل پیروز شدیم و 2 امتیاز دیگر گرفتیم.
هر لحظه به پایان سفر بزرگ نزدیکتر می‌شویم و آرژانتین را پیش رو می‌بینیم. من به کلیسا پناه میبرم، مردم کویت به مسجد و برای ما مساوی حکم ورود به جام جهانی 1978 آرژانتین. همایونم اومد. بابا خیلی مونده به مسابقه. ورزشگاه آجامر هم مثل اینکه جمعیت کم را دوست ندارد. حریف به نبرد حیثیتی فکر می کند. چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی. ایران. حال ایران را به تیم‌هایی که تاکنون به جام جهانی آرژانتین راه یافتند بیفزایید. نگاه خبرگزاری‌ها به سوی ایران معطوف است.
مشتاقان تیم ملی در کنار برادران مقیم کویت. زاگالو پیروزی بر ایران را به یاد ندارد، پس بهتر است فیلمی از بچه‌های ما به یادگار همراه داشته باشد. هرچند پیروزی تأثیری در سرنوشت کویت ندارد، اما تماشاگران کویتی خواهان پیروزی تیم خود هستند و ایرانیان مقیم کویت 200 چند دارند. آقای ماجد، نظرتون راجع به مسابقه امروز چیه؟ البته تعداد بازیکنایی که امروز به اسم تیم ملی بازی میکنن تقریبا میتونم بگم که تیم امید و پشتوانه تیم ملی میباشه در مسابقات آینده و از این بعد ما تصمیم داریم یه مقدار کار سرمایه فوتبال رو همین جوونا پیاده کنیم که پشتوانه خوبی داشته باشه برای تیم ملی و من مطمئنم که امروز بچه‌ها صمیمانه تلاش خودشون رو برای پیروزی خواهند کرد و امیدوارم که بتونن یه بازی خوبی ارائه بدن که مورد توجه همه قرار بگیره و اینا رو به عنوان پشتوانه امید قبول بکنید. شما با فضای استادیومی که الان می‌بینید و ایرانی‌های مقیم کویت شدیداً ایرانی‌ها رو تشویق می‌کنن و قبل از مسابقه این همه از خودشون هیجان نشون میدن، شما فکر می‌کنید که ایران احساس بکنه که الان مثل تهران داره بازی می‌کنه؟ من فکر می‌کنم که بچه‌ها اینجا به هیچ عنوان احساس غربت نکنن و کاملاً شرایط طوری شده که ما فکر می‌کنیم در خونه خودمون، در زمین خودمون داریم فوتبال بازی می‌کنیم، مضافاً به اینکه ایرانیان مقیم از بد به ورود کاملاً چه از فرودگاه و چه مدت توقف مواجه کوتاه بوده اومدن محبت کردن و من صمیمانه آرزو می‌کنم که این تیم بتونه جوابگوی احساسات پاک و بی‌آلایش هموطنان عزیزمون خارج از کشور باشه. حالا یک حمله سریع فیصل دخیل گل برتری تیم ملی فوتبال کویت. شاید در جهان تنها ورزشگاهی است که حریم زنان و مردان مشوق از هم جداست.
دروازه گل 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 از وسط زمین. برخورد یک بار دیگه یک صدا میکنه داور آقای رایت، داور ایرلندی. یک اخطار هم اینجا به شماره 13 رضا معارفی میده. پس 2 تا اخطار گرفتن کویتی ها، فیصل الدخیل و رضا معارفی اخطار روی خشونت‌هایی که در برابر تیم ملی ایران و بازیکن‌های تیم ایران به خرج دادن. حالا بهتاش فریبا زننده گل مساوی صاحب توپ سانت میکنه، اون جفته روی سره حالا کار نمیرسه و بلافاصله شوت توی دروازه یه گل بی‌امان دیگه برای ایران. حبیب خبیری از پشت خط 18 قدم شوت سنگین و سرکش تور دروازه کویت رو می‌درسونه و ایران 2-1 در نادیل کویت جلو میفته. ببینید چه خبر میشه در ورزشگاه نادیل کویت. بین ایرانی‌ها 10,000 تماشاگر غلغله میکنن، فریاد میزنن ایران 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 2 کویت 1. ورزشگاه نادیل کویت گل دوم ایران در دقیقه 60 به وسیله حبیب خبیری. وسط زمین مملو و از ایرانیان علاقمند است که قهرمانان پیروز را بر دوش گرفته و یک صدا فریاد میکشند: بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم. بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم. بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم. همایون هم شاده هیجان زده، با غرور به آینده فکر میکنه، آینده‌ای که او و همسالانش باید بسازند. آلبوم خودش رو میبنده با امید درست کردن آلبوم‌های افتخارات دیگه. بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم. بچه‌ها متشکریم، بچه‌ها متشکریم. ایران 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 پس از راهیابی به جام جهانی، آرزوی ایرانیان به حقیقت پیوست تا ملی پوشان ایران تنها نماینده قاره کهن و اقیانوسیه در جام جهانی 78 به میزبانی آرژانتین باشد.
از همین رو به درخواست حشمت مهاجرانی و پشتیبانی فدراسیون به مدیریت کامبیز آتابای بازی‌های خوبی برای آماده سازی ایران در نظر گرفته شد. در فروردین ماه 56 یوگسلاوی رو به تهران دعوت کردیم. پس از اون پذیرای بلغارستان و رومانی بودیم. در اردیبهشت ماه 57 ایران در فرانسه یک اردو زد و یک بار پیش از شروع مسابقات جام جهانی با تیم ملی این کشور در پاریس بازی کرد که بازی رو 2-1 واگذار کردیم. جلوی فرانسوی‌ها توی نیمه نخست ایران یک گل به خاطر اشتباه دروازه‌بان دریافت کرد و با این نتیجه به رختکن رفت. در نیمه دوم بازی تهاجمی تری از ایران دیدیم که به گل هم رسید و حسن روشن از فاصله 18 متری به این صورت تور فرانسه رو لرزوند. اما خب در ادامه کار فرانسوی‌ها از اشتباه داور و غفلت بازیکن‌های ما بهره بردند و برای بار دوم دروازه ایران رو باز کردند. در پی اعتراضهای بازیکن‌های ایران به تصمیم داور بازی ناصر حجازی کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد. در گفتگوی رسانه‌ای پایان این بازی مربی وقت تیم ملی فرانسه ایران را تیمی خوب، جنگنده و شایسته حضور در جام جهانی خواند. حشمت مهاجرانی شکست رو کم از پیروزی نمیدونست. این نتیجه که با اشتباه داوری رقم خورده بود جلوی فرانسه‌ای که چندی پیش برزیل رو شکست داده بود زیاد هم بد نبود. پس از این بازی با تیم بروژوی بلژیک در پاریس بازی کردیم. گل نخست بازی رو حسن نایب آقا برای ایران زد تا بروژو در ادامه بتونه کار رو مساوی کنه. این تورنمنت فوتبال نخستین باری نبود که ایران رو به مصاف بزرگان می برد. یک سال پیش از این ایران به دعوت باشگاه رئال مادرید به مناسبت 75مین سال تأسیس این باشگاه به اسپانیا سفر کرد. یکی از به یاد ماندنی ترین بازی های ایران در این مسابقات حضور مقابل آرژانتین در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو بود که در جام 78 قهرمان جهان شد. ایران تونست به نتیجه تساوی 1-1 دست پیدا کنه اگرچه در ضربات پنالتی بازی رو واگذار کرد. همه اینها برای آماده سازی تیم ملی جهت حضور قدرتمند در جام جهانی 78 بود. میزبانی بازی‌های جام جهانی برای آرژانتین یک مسئله حیثیتی و نشان پرستیژ بود. اونها استادیوم‌های نو ساختن و برای اینکه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی دنیا رو تحت تاثیر قرار بدن، در کمترین زمان ممکن ساختمان تازه‌ای رو برای تلویزیون ملی کشور احداث کردند که به تمامی کشورهای آمریکای جنوبی برتری داشت و تصویر رنگی بازی‌ها رو به تمام کشورهای دنیا می‌فرستاد. اگرچه خود مردم آرژانتین هنوز میبایست فینال رو به صورت سیاه و سفید می‌دیدند. رقابت سر قهرمانی برای اروپایی‌ها سخت به نظر می‌رسید. آلمان قهرمان جام پیش بود و با کایل هاینز رومنیگه از بایر مونیخ اومده بود که از قهرمانیش دفاع کنه. هلند نایب قهرمان دوره پیش با راب رنسن برینک اومده بود تا شاید ناکامی 4 سال پیش رو جبران کنه. ایتالیا هم با روبرتو بتیگا که هم روی زمین خوب کار میکرد و هم رو هوا خوب میجنگید به همراه پائولو روسی جوان در کنارش به خودی خود 2 دوره قهرمانی جهان داشت و میومد که سومین قهرمانی رو بگیره. برزیل هم از ریونیلیو ستاره دهه 70 این کشور سود میبرد. با راهیابی به جام جهانی شانسی به بازیکنان ملی و ایران دست داد تا بتونن با هم بازی شدن با بزرگان اون روز فوتبال جهان رو تجربه کنن. قرعه کشی انجام شد و ما در گروه دی با هلندی که نایب قهرمان جام 74 بود، اسکاتلند و پرو که هر دو تیم در دوران طلایی فوتبال کشورشون به سر می‌بردن هم گروه شدیم. نخستین بازی با هلند بدون کرایوف بود. ایران از داشتن یکی از کلیدی ترین بازیکنان تیم محروم بود، حسن روشن. در این بازی حسن نظری، حسین کازرونی، آندرانیک اسکندریان، حسن نایب آقا، نصیح عبداللهی، غفور جهانی، حسین فرکی، ابراهیم قاسمپور، ناصر حجازی و علی پروین به میدان رفتند. با
بازی ایران و هلند افتتاح شد چند لحظه پیش این ورزشگاه ایران بازی رو خوب آغاز کرد. حتی از نیمه نخست میتونست از روی پاس خوب حسین فرکی به گل هم برسه که محمد صادقی به توپ نرسید و این گونه نشد. ایران با چند خطای پی در پی نظم تیمی رو از دست داد و 2 پنالتی به حریف هدیه کرد. غفور جهانی پس از جام 78 در گفتگوی تلویزیونی دلیل انجام این خطاها و دادن پنالتی به حریف رو عدم آگاهی از نحوه داوری در مسابقات جهانی بیان کرد. او گفت ما باور نداشتیم تکلایی که ما در لیگ خودمون میزنیم در مسابقات جهانی خطا باشه. وقتی رقیب پیروز میشه تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان در جام جهانی گرفته بود و باید میرفت بازی سوم رو با پرو انجام بده. در بازی با پرو ما محکوم به برد بودیم. تنها یک معجزه با 3 گل برتری میتونست ما رو به دور حذفی ببره. از همین رو حشمت مهاجرانی ریسک کرد و با شیوه 4-3-3 تیم رو به زمین فرستاد. حتی روشن مصدوم رو هم به کار گرفت. ایران تهاجمی آغاز کرد ولی خیلی زود در دقیقه 2 دروازش باز شد. روشن که عصای دست مهاجرانی نام گرفته بود چند بار دروازه پرو رو تهدید کرد تا گل از دست رفته رو جبران کنه. از دقیقه 2 تا 39 3 بار دروازمون باز شد تا روشن در دقیقه 41 با این شوت بازی رو 3-1 کنه. در نیمه دوم هم کوبیکاسی 1 گل دیگه زد تا خودش رو 3 گله و پرو رو 4 گله کرده باشه. با سوت پایان این بازی پرونده ایران با 2 باخت و 1 مساوی بسته شد تا به تهران برگرده.